روایت‌هایی از جرأت و تجربه است. کانون معماران معاصر برای افزایش قدرت تجربه گرایی نامسابقه‌ای به اسم قرمز رو برگزار می‌کنه. ارزش‌های قرمز، نترسیدن، دست به عمل بردن، هل دادن مرزها، بی‌واهمه از خطاست. مقیاس قرمز از یک شیء فضامند تا بلوک ساختمانی هست و محدود به معماران نمیشه و تمام هنرمندان میتونن توی این نامسابقه شرکت کنند. ما توی قرمز اول، دوم، سوم نداریم. 20 اثر برگزیده در 3 دسته سازماندهی و امکانات فضایی، هنرساخت و کار با مساله، برنامه و بعد اجتماعی ارزیابی میشن. پیش‌فرض ما برای ساختار ارائه آثار یه شیت 300x70 هستش که زبان اون هم انگلیسی هستش، به خاطر اینکه بخشی از برگزینندگان ما انگلیسی زبان هستن. توی یک پروژه تجربه‌گرا علاوه بر اثر، مسیر و پرسش هم حائز اهمیت هستن و ما توی قرمز از شرکت کنندگانمون می‌خوایم توی این 3 بخش پروژهشون رو ارائه بدن. مهلت ارسال آثار از 17 مهر ماه تا 30 آبان. تمام معماران و هنرمندان بین‌رشته‌ای که در زمینه تجربه گرایی فعالیت می‌کنند. پروژه‌های ساخته شده یا آماده ساخت که از یک شیء فضامند تا یک بلوک ساختمانی هستند. هر شرکت کننده 3 تا پروژه میتونه ارائه بده که 2 تاش ساخته شده و یکیش آماده ساخته. پروژه آماده ساخت پروژه‌ای هستش که وجه تجربی و خلاقش واقعیت‌ها و محدودیت‌های موجود رو در نظر گرفته باشه و اگر این پروژه خارج از عرف هستش باید مدارک و اطلاعاتی حاوی این که این پروژه محدودیت‌ها رو در نظر گرفته ارائه بده. قرمز پذیرای پروژه‌هایی هستش که برای کشورهای فارسی زبان طراحی شده یا پروژه فارسی زبانان برای هر جغرافیایی. شرکت در قرمز محدودیت سنی نداره. با حمایت حامیان هزینه شرکت در قرمز رایگانه. بعد از اینکه پروژه ارسال شدن، برگزینندگان کارها را تا 15 پروژه ساخته شده و تا 5 پروژه آماده به ساخت انتخاب می‌کنند. رویداد پایانی قرمز توی روزهای 21 و 22 دی ماه هستش و یک نفر از تیم شرکت کننده ملزم هستش که روز رویداد پایانی حضور داشته باشه تا بتونه کارش رو برای تحلیلگران و حضار توی 10 دقیقه پرزنت کنه. برای ثبت نام لازمه که احراز هویت انجام بشه، اما توی شیتایی که ارائه میشه نباید اسمی از شرکت کنندگان آورده بشه. نحوه ثبت نام و ارسال آثار از طریق وبسایت قرمز هستش.